درباره شهری اتفاقات بنام شوروی هستن و اعتماد بارابو هستن مشرف بشر بودن. حدود 3 شب پیش که لشکر عمل کردن ارتفاعات را نیروها حدود 24 سال را پیاده آمدن و شهر را ارتفاعات را برقرار کردن. وقتی در ارتفاعات شدن دخالت کامل بر شهر داشتن و تقریبا از 5 شب بود که دستور ورود دادن به شهر و شهر رو تقریبا خاکسازی کردن. بسیون بیرون رفتن و هنگامی که واقعا رزمندگان صبور شهر حلبچه با پخش نقل و نبات و نوشابه و پخت غذاهای گوناگون برای رزمندگان به نحو احسن استقبال کردند، به طوری که واقعا چشمی بود و صدا در بیسیم‌ها، در فرماندهی‌ها و در قرارگاه‌ها پیچیده بود که استقبال گرم مردم برخورد کردند و در شهری که جمعیت حدود 100,000 نفر به قول خودشان داره در حدود 24 تا بیشتر طول نکشید بر اثر کمکی بود که مردم به رزمندگان کردند. بسیون از شهر بیرون زدن و شهر پاکسازی شد و الان برخوردی که ما با کردها داریم واقعا با مردم اهل حلبچه داریم واقعا راضی هستم که برادر و برادره هم که شما می‌بینید اطراف دریاچه صد دربندی خان مستقرن و دو گوشه را بستن و دشمن بحث زبون در حالت گیجی و گمی به سر میبره و در محوطه خود همین حومه حلبچه به سر میبره و تا حدود ظهر بود که کلی ستون‌های غنیمتی، تانک، نفربر و خودروهای دشمن به دست رزمندگان اسلام افتاد که خود برادر خبرنگار هم با همین خودروهای غنیمتی آمدن و دارن سیگارداری میکنن و به حمدالله عملیات شاید بگن از بیت المقدس کمتر نباشه 100% بیشتر از بیت المقدس برو بالای دیوار خیلی گرده و بیاد دوست کار میچی چرا دست رانی دارم بشین حاجی جان. مراقب رژیم صهیونیستی و بعثی عراق قرار دارد. هواپیماهای رژیم منصور عراق از صبح امروز تا کنون بیش از 20 بعد خود کردا رو چیز می‌کردین، جراحتشون می‌بستین. چرا بمبارون کرده بود؟ چرا خیلی مجبور شدن مردم تو؟ ولی مجبورشون کجا فرستادین؟ بیمارستان خودی همیشه